میخوایم با اون خانم های کارگر صحبت بکنم اگر اجازه باشه. گرچه از نگاه تحصیل ما یک نظامی هستم، سای منصب اردو هستم، از کربچه هستم، اما میخوایم با اون زبان صحبت بکنم. اول از همه خانم های عزیز، مادر صدای ما فکر میکنم اگر ما بسیار صدایم بلند است، اما تو نیست. شما همه سال میایین میشینین و در پسین روزها در افغانستان رواج شده که از روز زن تجلیل میکنن. گرچه یک بچگک پدر خدا گفت پدر جانم یه روز از روز زنها تجلیل میکنن، از این روز مردا چه وقت تجلیل میکنن. پدر گفت بچه ما کجا از 13 روز داریم. باز مردا میگن که لذت جهان در زن و دندان بود، بی زن و دندان جهان زندان بود. بخوام قدرتانه میفهمید. خانمای کارگر امروز آمدن اینجا و ما افتخار حضوریابی در مقابل از اینا را داریم و جای افتخار است. اما شما زنای کارگر بفهمین که آغازی روز و رقم زدنی روز به دست شما بوده. ما که میگیم زن نیمی از پیکر جامعه است، جدا از این که از نگاه اجتماعی شما نیمی از پیکر جامعه هستین، بر نیم از این پیکر دیگه آرامش هستین و سکون. یک مرد تمام روز میتونه با 1000 نفر جنجال بکنه، مثل که ما یک سای منصب هستم، ما یک نظامی هستم، جنگ حرفه من است. میتونم با 100 دشمن مقابله بکنم، جنگ بکنم، اما آرامشی را که در خانه یک زن به وجود میاره، 1000 بار هم که جنگ بکنی در بیرون بر بگردی، وقتی که در خانه میرسی همین آرامش تو را تغییر میده. زنها نیمی از پیکر جامعه از نگاه اجتماعی هستند، اگر نه بر نیم پیکر دیگهش گفتم آرامش هستند و سکون. وقتی که مردها از جنگ دوم جهانی برگشتند که زنها همه کار یاد گرفتید. این مثال برای شما از این خاطر میتونم که بعد برای شما بررسی میکنم که اسلام برای شما چی داد و امروز جهان غرب برای زنها چی میده. مردها آمدن هیچ کار یاد نداشتن دیگه، همه حرفشون جنگ شده بود، سرباز شده بودن و جنگیدن یاد داشتن. نیمش معیوب برگشت، نیمش معلول برگشت، نیم دیگهش هم از کار نبود دوباره کار بود. بعد مردها به خاطر از این که بتونن یک قسمتی از کار دوباره از خانم ها بگیرن، اگر نه سلطه شهری به دست خانم ها افتیده بود، اینا گفتن تساوی حقوق. آغاز تساوی حقوق غربی پس از جنگ دوم جهانی است که مردها خواستن از خانم ها بگیرن. تساوی حقوق گرفتن که دوباره مردها به کارهای شهری و به کارهای روزمره و اجتماعی عادت پیدا بکنن. آیسته آیسته اینا هر کدامش دستیارای خانم ها شده بودن، به خاطری که کار نمیفهمیدن. سرباز بودن، سالها جنگیده بودن، خسته بودن، تکلیف روانی داشتن، هزار مشکل دیگه. اما پیش از جنگ دوم جهانی دین اسلام حقوق براتان داد که تاریخ دیگه نظیرش نداره. گفت یک مادر هستی. بعد خدا میگه من بهشت زیر پای مادرت نهادم. چرا بهشت زیر پای مادرت نهاد؟ چرا 3 حق بر یک مادر داد، بعد بر یک پدر 1 حق داد؟ پیامبر خدا بر صحابه کرام گفت 3 بار برش توبه تکرار کرد که حقی کی مقدمتر است؟ گفت برای مادرت خدمت کو. باز گفت باز برای مادرت خدمت کو. باز گفت باز برای مادرت خدمت بکو. 3 حق یک مادر است. یک مادر یک زن است. بعد گفت پدرت خدمت بکو. به خاطری که رنج و تکلیفی را که یک مادر متحمل میشه، هیچگاه یک پدر هم بشه، اما مادر بیشتر زجر میبینه. نیمه های شب هم که یک طفل صدا میکنه، مادر اول بیدار میشه، بعد پدر بیدار میشه. خدا میگه که ما بهشت زیر پای مادرتون نهادیم. نه ای که مادر چرا اینقدر حرمت داد؟ به خاطری که یک فرزند هیچ گاهی از امر پدر و مادر خود، بخصوص مادر خود، سرپیشی نکنه. یکی از کسان زمان حیات حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فوت میکنه. روزها جانکاری میکرد، اما جانکنیش تمام نمیشد و مرگ سراغش نمیامد. آمدن خبر بر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دادن که قضیه از این قرار است، چطور بکنیم؟ گفت برین پرسان بکنین مادرش زنده است. رفتن پرسان کردن مادرش زنده است. گفت
مادرش پرسان بکنین که بچه چی عادت داره. مادرش میگه که بچه مسلمان بود، مجاهد بود، در جبهات میرفت، کار میکرد، زحمت میکرد، اما هیچگاه رضایت خاطر مرا به دست نآورده بود. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برش میگه خیر مادر دعا کن که فرزندت بره. میگه نمیکنم، میگه نمیبخشمش، میگه نمیبخشمش. و از خاطری که یک مادر فرزند نمیبخشه، جبرائیل اسرائیل نمیتونه روحش بگیره، امر خدا اینجا استاد میشه. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میفهمه که یک مادر صله رحم داره و میخواد کاری بکنه که مادر فرزند ببخشه. میگه برین نظام جمع بکنین که من فرزندش هم میسوزونم. وقتی که فرزندی که تمام عمر اطاعت یک مادر نکرده بود، اما مادر بیبی که وقتی میگه نظام جمع بکنین که میسوزونیمش، مادر صله رحم شور میخوره، میگه نه بچه من نسوزونین، بخشیدمش. مادر از این خاطر زیر پایت بهشت است. مادر خدا از این خاطر بهشت زیر پایت داده. مادر من حقوق غربی برات نمیخوایم که با تن برهنه یک زن بره شامپو اعلان بکنه. مادر من حقوق غربی برات نمیخوایم. حقوقی که تو را به خاطر جلوه دادن در تابلوها بیشتر زینت ببخشه. مادر حقوق ما شعار نیست براتون. زن از دو کلمه است، یکی زیست یکیش نون. اگر تعبیرش بکنیم یکی زندگی است، دیگهش نعمت است. یک روز که خانم‌ها در خانه نمی باشن، این مثالای کوچک هم میتونم بر نمیخوره به شخصیت شما. دلیلش است که برای شما گفتم که آرامش است و سکون. دو روز خانم‌ها در خانه نمی باشن، بچه یک الموری ظرف چرک میکنن، اونجا اعلام میتن که باز مادر بیا بشوید. شما نعمت هستید. ما حقوقی برای شما میخوایم برای دائم. حقوقی که اسلام برای شما میگه، این حقوق ببینید. گفتم سه حق برات مادر. بعد میگه فرزندت اونقدر تابعت است که اگر نبخشیدش نمیموره، خدا نمیتیدش بهشت. مادر دستای اولپوری که امروز میایی به جاده کارگری میکنی، با بالله اگر هیچ فرزندی بخواه مادرش به این وجه برسه، خودم نمیخوایم. وقتی که با مادر و پدر و بزنی که در خانوادم زندگی میکنه نمیخوایم، برای شما چطور بخوایم؟ نمیخوایم. اما اجتماع این موین میرقم آمده. هیچ کسی حقوق شما را پامال نکرده. شما برین در تابستان گرم مردان را ببینین که دستا پریده کفیده کار میکنه تا بر خانواده خود که خانمش است. اسلام برش فرض دانسته نفقه شما را. برش نان میبره که باش خانم ما بابرو باشه. شما در کشورهای اسلامی به خصوص افغانستان در 99% قضایای جنایی کاری را میبینین که پس پردهش دست یک خانم است. یا به طرف خواهرش کسی سعی کرده، یا به طرف مادرش کسی سعی کرده، یا حرف اشتباهی در مورد از اینا زده و این جوان استاد شده و دفاع کرده از اون مادر. برادری که خسته از مکتب برمیگرده، برادری که از سنگر برمیگرده، مادری که سر جست نوازش کش میکنه،